تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ، حالا از سلسله گفتار تازه انگارها از خوانی ایجادی نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده حکایه های دلپذیری را در قرائت نامزد علم‌های فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتان میرسانیم. شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ، حالا از سلسله گفتار تازه انگارها از خوانی ایجادی نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده حکایه های دلپذیری را در قرائت نامزد علم‌های فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتان میرسانیم. اسبی آبی. امپراتور کالیگولا برای اسب خود اینستیتاتوس تستک از مرمر عاقل و از عاج آخور سازند. میگویند که وی اینستیتاتوس را کنسول تعیین کردنی بود. گای سواتونی ترانکویل. مرد به اسبی خوش صورت سوار پیراهی کوهی را بالا می شد. مرد روی زین، زین روی اسب، اسب روی کوه، کوه روی زمین، زمین در فضا بود و دور می زد. چنان دور می زد که کسی پی نمی برد که زمین دور می زند. همه اشیا، همه موجودات، همه ظهورات بین خود در موازنه بودند، اما مرد این را نمی دانست. پیرهی که اسب روی آن می رفت تا به کولی قهربا می برد. کول در ژرف رمان، ژرف رمان در دره زندان، دره زندان در کوه آبشاران واقع بود. اسب بر فراز وزنین وزنین سم می ماند، هرچند در راه هموار ساکین ساکین می آمد. عیان بود که به چنین راه آشنا نیست. عیان بود که نه برای فراز طبیعت او را آفریده است. هر آینه اسبی بود، سمش رویین، مویش سیمین، گردنش آجین، چشمش قرگین، یال و دمش ابریشمین. قصه کوتاه، اسبی بود که کس از تماشایش سیر نمی شد، گویا جانور نه دختر باشد. چنون دختری که در حقش میگویند اگر آب خورد از گلویش میتابد. ها، میتابید. آب از گلوی این حیوانی فلکی و سمکی و غلطی میتابید. مرد اسباز بود. از آغاز به قبل هنوز در گهواره شیهه اسب را شنیده بود. مرد وقتی زاده شدن وی گریه و فریاد نکرد، شیهه کشید. چون اسب شیهه کشید. دایه کر بود و این شیهه را نشنید. مادر زیرک بود و این نقص را پنهان داشت. بعدتر وی را گم میکردند و در آخری اسب خوابیده میافتند و گم میکردند. گلبان به دیهش می آورد. مرد به اسبی خوشصورت سوار پیراهی کوهی را بالا می شد. اسب وزنین وزنین سم می ماند و به اندیشه بند بود. مرد پیراهی دودرنگی که اسب روی آن می رفت تا کولی قهربا می بود. یگانه کولکی مانای بحر موج می زد، یگانه کولکی در آن طوفان می خیست، یگانه کولکی اسبی آبی داشت. اسبی آبی داشت کول و مرد از آن نسل گرفتن می خواست. اسب تنها شب به پیدا می آمد. شب هنگام اسبی آبی از کول می برآمد و در مرغزار اطراف می چرید. چنان می چرید که سبزه زیر سمش خم نمی خورد. نقش پس از او در ساحل نمی ماند. مرد به اسبی خوشصورت سوار پیراهی کوه را بالا می شد. مرد روی زین، زین روی اسب، اسب روی کوه، کوه روی زمین، زمین در فضا بود و دور می زد.
چنان دور میزد که کسی پی نمی برد که زمین دور میزند. مرد نیز از گردش زمین بی بهره بود، اما مرد از وجودی جانور باخبر بود که در خود همه چیز را دارد: لطافت و کراهت، ذکاوت و حماقت، جسارت و مخافت، شرافت و رذالت. در خود همه چیز را انباشت. این حیوان فلکی و سمکی و غلطی در خود همه چیز را گنداشته. این حیوان غلطی و سمکی و فلکی همه چیز را. در این آبرف، در این ناحیه، در این کشور، در این دنیا اسبی خوشتازه، اسبی بادپای، اسبی مشهور نبود که مرد نداند، معلومات نداشته باشد. برای نسل گرفتن وی آمده بود که تا به آن دنیا رود. اگر آنجا اسبی اصیل، اسبی خوشگل، اسبی زورپیل موجود باشد، چون که به قفقاز رفت تا از یک اسبی آهوپای ابخازی نسل بگیرد، چون که شبانه رستی سرحد را گذشت تا از یک سیاه مشکین افغانی نسل بگیرد. سیاه مشکین را مرد هنگام لب رود آب خوردی فرامدنش دیده شیدا شد. چون شیدا شد که تیار بود سرحد را گذشته آن اسب را بدزدد، ولیکن این حیله را جوانمردی ندانست. برای به آن اسب صاحب شدن دریا را گذشتن شرط هم نبود. مرد می توانست مادیان نباتیش را به سیاه مشکین نماید و خود اسب سرحد را گذشته آید، اما این حیله را نیز در خور ندانست. از سیاه مشکین کره به دنیا آمد که تا حال مردم این آبرف، نه تنها مردم آبرف بلکه کل کشور در یاد دارند. آن کره که بعدتر با نام آهوتک مشهور گشت، بادپارترین اسب کشور شد. پس از آهوتک مرد باز یک ذات دیگری تربیه نمود که در بوزکشی رخیوی چشم رس نداشت. روزی که پای صفدر اسب را همین طور نامیده بود شکست و آن را سر بریدند، به مرد چنین نمود که پای خودی او شکسته است و سر می برندش. بعد این حادثه مرد یک سال از اسب کناره جست و گمان داشت که من بعد نیز خود را کناره می گیرد. اما وی مردی بود که در گهواره شیعه اسب را شنیده بود. مرد به اسب خوش صورت سوار پیراهی کوه را بالا می شد. اسب بر فراز وزنین سو می ماند، هرچند در راه هموار ساکین می آمد. مرد روی زین روی اسب روی کوه روی زمین در فضا بود و دور می زد. پیراهی دودرنگی که اسب روی آن می رفت تا به کولی قهربا می برد. یگانه کوله که مانای بحر موج می زد، یگانه کوله که در آن طوفان می خیست، یگانه کوله که اسب آبی داشت. اسب آبی تنها شب به پیدا می آمد. از کل می برآمد و در مغزار اطراف می چرید. اگر حضور جاندار را در پس و پیش پی برد، زود خود را به کول افکنده غیب می زد. کم کسانی بودند که ظهور اسب آبی را به چشم سر دیده باشند. اکثر می گفتند که شیهه کشیدن آب اسب را شنیدند، اما مرد خواستاری شخصی بود که آب اسب را در حقیقت دیده باشد. مرد مردم را می پرسید. مرد به مردم تنگ می دوید که آخر کی دیده است آن حیوان فلکی و سمکی و غلطی را؟ کی؟ مردم یکی را نام می گرفتند، آن یکی به دیگری اشاره می کرد، آن دیگری به گردن سوم حواله می کرد و به همین منوال. مرد شخصی را که آب اسب را دیده بود بالاخره پیدا کرد. پیرزال پیدا کرد، شل و کر و کور به زور حرف می زد. چنان حرف می زد که دشوار بود فهمیدن که چی می گوید. مرد با 100 مشکله با ایما و اشاره به این موسفید 100 ساله، به این پیرزال از دقیانوس مانده مطلبش را بیان کرد. لحظه گویا قامتی خمیده موسفید بالا شد، چشمان خیرش نور پالا شد، آوازی نحیفش بارا شد. مرد پی برد که پیرزال او را فهمید. سراپا گوش شد. ما رمه را پسی کوه آبشار بردنی بودیم. حکایت آغاز کرد موسفید. شریکم از من پیشتر سوی عقبه رفته بود تا بفهمد که راه را ترمه گرفته یا نه. با من رمه، سگ و یک مادیانی با آریت گرفته مانده بودند. شب ما را قریب کل قهربا دریاب کرد.
و ما شب گذرانی همانجا ماندیم. گوسفندان قمری کوه خوابیدند و من نزدیک کول آتش گیراندم. سگ نیز دورتر از من حلقه گرفت. مادیان این دم قریب کول میگشت و از ما دور میشد. من این را روا دیدم و هیچ پروا نکردم. شب از نیست گذشته آتش خاموش شده مرا غنب برده بود که بناگاه عکاسی سگ بیدارم کرد. تیغ نگاهی سگ را گرفته نظر کردم و از آنچه دیدم هم حیرت و هم ترس پخشم کرد. من اسبی نقرمانا دیدم. اسب سفید مثل نور ماهتاب، درخش تنش چون درخش آفتاب، جلای یال و دمش بسان جلای شهاب، از بدنش قطره‌های آب شاریده به زمین می افتادند. قطره نه، بلکه ستاره‌های فروزان از آسمان بر آستان می ریختند. تا بدان روز و بعد از آن من به این زیبایی معجزه ندیده بودم و ندیدم. پیرمردی 100 ساله پیرزالی از دقیانوس مانده خاموش شد. مرد از هیجان پاره بالین بیمار را مشت میکرد، چنان مشت میکرد که انگشتانش از درد کبود میگشتند. موسفید شاید آن لحظه ها را پیش نظر آورده حلاوت میبرد، اما مرد قدرت لام گفتن نداشت. سگ از بیدار شدن من شیرک شده به پیش تاخت، اما اسب نقرمانا خود را به کول انداخت. آن لحظه یک عمر پیش نظرم است. برابر جهش اسب آب کول دودران شد، چونان که خربوزه چرس با رسش کارد دودران می شود و اسب هموار با وقار چون ذوالفقار با آن چاکی فرو رفت. اسب به آن چاکی فرو رفت و آب کول باز به هم پیوست، چونان که سیب دو کفان را به هم پیوندی، ولیکن در فرودگاه تا در ستارگانی به شمار می درخشیدند. به من چنین می نمود که ستاره ها یک یک از سطح کول کنده شده به هوا می روند تا به سقف آسمان آویزه شوند. پیرمردی 100 ساله پیرزالی از دقیانوس مانده باز سقوط ورزید، خیلی سقوط ورزید و نهایت گفت: من آن همه را روزی دیگر به شریکم گفتم ولی باور نکرد. کسی باور نکرد و تو هم باور نداری، هرچند که این قدر به تأکید حقیقتی حال را دانستن می‌خواستی و دانستی. مرد روی زین، زین روی اسب، اسب روی کوه، کوه روی زمین، زمین در فضا بود و دور می‌زد. چنان دور می‌زد که کسی پی نمی برد زمین دور می‌زند. مرد هم به گردش زمین باور نداشت، هرچند به وجود اسب آبی باور داشت. اسب را ندیده از پیرمردی 100 ساله، از پیرزادی از دقیانوس مانده وصف آن را شنیده باور کرد، چنان باور کرد که از دیگر خواب و خور را فراموش کرد. مرد مادیان کره تربیه کرد تا از اسب آبی نسل بگیرد. مرد مادیان را با تخم مرغ و باجه و نیمرسه پرورش میکرد که موی و پوستش جلا دهد، رگ و پیش پر باشد، نسلی به قوت ببار آرد، نسلی ببار آرد که تا امروز مانندش را کسی ندیده و بعد از این نیز نبیند. آنگاه موری هم به ارمان میموری. میگفت مرد پیش مادیان خود، زیرا آدمی همگی یک بار به دنیا می آید و طول عمرش آنقدر کوتاه است که می تواند فقط یک نشانه کامل سازد، ایجاد کند، پیدا نماید و از خود به یادگار گذارد. چنانچه فردوسی شاهنامه، مولوی مثنوی، میرزا بابک حسینی، انگوری حسینی، مهمان کمانگرانی، گوسفند حصاری را به یادگار گذاشتند. از خود و از من نسلی اسب آبی. مرد مادیانی باجوی نیمرسه و تخم خام پروریده‌اش را به کول قهربا آورد. مرد از این پیش قهربا ندیده بود. می گفتند که هر خس و خاشاکی که به آب کول پرتایی زود به قهر مگر به کاهدان اسب آبی فرو می رود. از این رو کول را قهربا می گویند. بیگاه بود و آب کول نرم نرم موج می زد، چنان نرم نرم موج می زد که از پر اسرار بودن نهادش درک می داد. از این لطمه ها آهنگی پست خیسته به صحرا و شاخهای ساحل چپ برخورده پژواک می داد. این عکس صدا نسبت به آهنگ موج بلندتر بود
و هر قدر تاریکی فرا رسیده غلیظ میگشت و اطراف خاموش. این آواز گرانتر صدا میداد، چنان صدا میداد که شیه کشیدنی اسب را یادرس میکرد. از آن که صدا مانای شیه اسب میخیست، موی به پشتی مردی اسب باز سیخ میزد. ماهتاب شب بود و چشم کل جلا میداد. مرد مادیان را هیدو گذاشته خود در کمر کوه جا گرفت. حتی یارای آتش گیراندن نداشت. مرد خود را به جامه پیچاند و به تنی شاخ تکیه کنان منتظر شد. آنقدر منتظر شد که غنبش بود و شیه اسب بیدارش کرد و به او معجزه نمود. پهلوی مادیان وی اسبی سیمگونه دید، سفید مثل نوری ماهتاب. درخش تنش چون درخش آفتاب، جلای یال و دمش بسان جلای شهاب بود. از بدنش قطره‌های آب شاریده به زمین می افتادند. قطره نه، بلکه ستاره‌های فروزان از آسمان بر آستان می ریختند. مرد به اسبی خوشصورت سوار پیراهی کوهی را بالا می شد. مرد روی زین، زین روی اسب، اسب روی کوه، کوه روی زمین، زمین در فضا بود و دور میزد. چنان دور میزد که مرد باور نداشت که زمین دور میزند. مرد با وجود اسبی آبی باور داشت، زیرا آن را با چشم سر دیده بود و مادیانی با جوی نیمرسه و تخم خام پروریدهش از آب اسب نسل چشم انتظاری داشت. 11 ماه پس مادیان کره به دنیا آورد که مردم به دیدنش انگشت حیرت می‌گزیدند. به این زیبایی، به این رسایی کسی اسب ندیده بود. وقتی که کره راه میگشت یا 4 گام میرفت، به نظر چنین مینمود که سمهای او به زمین نمیرسند، زیرا سبزها از ضرب سمش خم نمیخوردند. وزن سمش حتی در زمین شدگار نقشه نمیماند. آواز این معجزه به گرد و اطراف زود پهن می شد و مردم از دور نزدیک به تماشا می آمدند. خریداران نیز پیدا شدند که به عوض کره پول زیاد دادنی بودند. اما صاحبی کره حرفی در این باره شنیدن نمی خواست. مرد به یک مهر اسب خود را پروا می کرد. مرد باور داشت که از این نقره اسب دلخواه او به واحه می رسد. تنها از روی خاک دودنی و در تنک آبها غیل زده خوابیدنی کره خاف می برد. و باز 100 تأسف دیگر می خورد که حیوانی گشت خفیف از جنس ضعیف است. هر آینه کره به حیوانی رسیدرگ مبدل گشت و مرد آن را شنگول نامید. شنگول اسبی بود، سمش رویین، مویش سیمین، گردنش آجین، چشمش قیرگین، یال و دمش ابریشمین. قصه کوتاه، اسبی بود که کس از تماشایش سیر نمی شد. گویا جانوری نه، دختر باشد، چنان دختری که در حقش میگویند اگر آب خورد از گلویش میتابد. ها میتابید. آب از گلوی این حیوانی فلکی و سمکی و غلطی میتابید. آواز شنگول تا به دوری ها رفته بود و مردم از هر کنار به دیدنش می آمدند و انگشت حیرت میگزیدند و میگفتند که صاحبی چنین اسب خوشبختترین آدم دنیا باید باشد. اما صاحبی اسب خوشبخت نبود. مرد را باز شبها خواب نمی برد. مرد را باز ناقصی ایجادش عذاب می داد. مرد را باز خمار اسبی آبی می گرفت که پس از آن شبی لیلت القدر دیگر شبهش، گردش، پیکرش از پیش نظر دور نمی شد. چشم می پوشید و اسبی آبی را می دید که قطره های آب از بدنش شاریده به زمین می افتند. قطره نه، بلکه ستاره های فروزان از آسمان بر آستان می ریزند. وقتی که کره اسب شد، مرد آن را زین زده سوار شدن خواست. 2-3 ماه آمد که اسب به زین عادت کند. 2-3 ماه آمد که اسب به سوار عادت کند. 2-3 ماه دیگر آمد که اسب رهاروی ساکن رنگ شود، هرچند همان جا چرس و ناترس بود. اما این نقص به نظر مرد سهل می تافت، زیرا مرد نیتی دیگری داشت. مرد به اسب خوش صورت سوار پراهی کوه را بالا می شد. مرد روی زین، زین روی اسب، اسب روی کوه، کوه روی زمین، زمین در فضا بود و دور می زد.
همه اشیا، همه موجودات، همه ظهورات بین خود در موازی نبودند. اما مرد این را نمیدانست. مرد وجودی اسبی را میدانست که دیگر همرنگش در کل عالم نبود. مرد میخواست از آن نسل بگیرد، نسل دوم. شنگول باید نسل به بار آرد که مثلش را کسی ندیده و وصفش را کسی نشنیده باشد. این نسل با نام او در تاریخ خواهد ماند. پیرهی که اسب روی آن میرفت تا کول قهربا میبرد، کول در ژرف ریمان، ژرف ریمان در دره زندان، دره زندان در کوی آبشاران واقع بود. مرد تا شام آنجا رسیدن میخواست و رسید. آبی کول گران گران موج میزد، چنان گران موج میزد که از ناآرام بودنی نهادش درک میداد. آهنگ وزنین از آن لطمه ها خیسته به صخره و شاخهای اوریان ساحل چپ زده عکس انداز میشد. عکس صدا نظر به آهنگ موج بلندتر بود و هر قدر تاریکی غلیظ میگشت و اطراف خاموش، این آواز گرانتر شده شیهه مستانه اسبان گوشنه را به خاطر می آورد. از آن که نوای کول این دفعه چنین میخیست، به پشت مردی اسباز مویک میدمید. مهتا شب بود و چشم کول جلا میداد. مرد مادیان را از این و افزار آزاد کرد و به هیدف گذاشت. اما خود به هر احتیاط در قمر دورترین کوه جا گرفت. چنین نوا دادن کول به او خوش نآمد. یا سخت به اندیشه فرو رفت، یا خیال به چه مقصد حاضر و ناظر بودن خود را فراموش کرد، یا آرزوهای شیرین او را به عالم فریبای خود بردند که از پیدا شدن اسبی سیمگونه در پهلوی شنغول غافل ماند. مرد اسبی نقرمانای دید، سبسفید مثل نور ماهتاب، درخش تنش چون درخش آفتاب، جلای یال و دمش بسان جلای شهاب. از بدنش قطره های آب شاریده به زمین می افتادند. قطره نه، بلکه ستاره های فروزان از آسمان بر آستان می ریختند. دلی مرد سخت سخت به تپش در آمد. چنان به تپش در آمد که خود به خبر دامن جامه را چنگ می زد. چنان چنگ می زد که پنجه هایش از درد قبول می گشتند. چون آن روزی که بار اول از پیرمردی 100 ساله، از پیرزالی از دقیانوس مانده حکایت اسب آبی را شنیده بود. اسب آبی و شنگول گردن به گردن مانده، تن به تن فشرده، فک به فک نهاده مهربانی ها میکردند با هم. گاه شنگول گردی کول 4 گامه میرفت و سیمگونه به دنبال. گاه اسب آبی پیش پیش سمک میزد و شنگول از پس. این منظره آنقدر گوارا، آنقدر دلربا، آنقدر بر رویا مانا بود که مرد سراپا چشم 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 شد. مرد بالکل فراموش کرد که شنگول را بهر چی به قهربا آورده است. سلطان شب شام خورده، ستارگان سما یک یک ناپدید می شدند. بر رخساره تیره آسمان سپیده می دمید، به کوهستان خمیازه می کشید. مرد دید که باز آبسب و شنگول پهلوی هم قرار گرفتند و به یک نقطه معینی کول می نگرند. مرد از وضع ایستی این دو جانور زیبا چیزی را پی برد که آن را قبلا باید می دانست. اما حالا فرصتی رفته حسرت آمده بود. آبی کل جوش می زد. موجهای بزرگ موجهای خرد را خورده باز بزرگتر می شدند. آهنگ دیگری از این خراخور خیسته با صخره و شخهای اوریانی ساحلی چپ زده عکس انداز می شد. هر قدری که سپیده آسمان زیادتر می گشت و اطراف زنده تر، این آواز بلندتر شده غریبی سواران را هینی بوزکشی به خاطر می آورد. از آن که نوای کول مانای غریبی سواران بوزکش بود، به پشت مرد عرقی سرد می زهید و از هیجان دامن جامه را چنگ می زد. چنان چنگ می زد که انگشتانش از درد کبود می گشتند. چون آن روزی که از موی سفیدی 100 ساله، از پیرزالی از دقیانوس مانده بار اول حکایتی اسبی آبی را شنیده بود. بناگه آبی کول آرام گرفت.
چنان خاموشی به میان آمد که پیش از باران و برق در کوهستان به مشاهده می رسد. مرد را چنین نمود که این دم همه چیز از حرکت ماند، همه چیز در انتظاری گران کرخت گشت. این خاموشی یک دمه گویا اشاره بود که اسب آبی و شنگول به کل جهیدند. برابر جهش اسبان آبی کل دو دران شد، چنان که خربوزه چرس از رسش کارد دو کفان می شود و آن دو اسب هموار با وقار چون ذوالفقار به آن چاک فرو رفتند. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما حکایات را از کتاب سرمدیح نویسنده بهمنیار از سلسله گفتار تازه انگارها در قرائت نامزد علمهای فیلولوژی عبدالجلیل امان از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. کارگردان موجی گل یوسفова. پایان گفتار 22. سعادت زندگی نصیبتون.